یوتیوب میلیاردها ساعت ویدیو رو کجا ذخیره میکنه؟ میدونستی اگه فقط قرار باشه ویدیوهایی که امروز توی یوتیوب آپلود شده رو ببینید باید 84 سال بی‌وقفه روی صندلیت بشینید؟ روزانه بیش از 1 میلیارد ساعت ویدیو توی یوتیوب تماشا میشه و همین موضوع اونو به یکی از محبوب ترین پلتفرم های دنیا تبدیل کرده. یوتیوب از سال 2006 که توسط گوگل خریداری شد برای ذخیره محتواهاش از پیشرفته ترین دیتا سنترهای ماژولار گوگل که مقیاس پذیر، ارزون و قابل هم هستن استفاده میکنه. حجم آپلود توی دیتا سنترهای یوتیوب به قدری بالاست که در هر دقیقه بیش از 500 ساعت محتوای ویدیویی اون هم به صورت رایگان توی این پلتفرم آپلود میشه و میلیاردها ساعت ویدیو تماشا میشه. یوتیوب از CDN یا همون شبکه توزیع محتوای خودش برای نمایش پرطرفدارترین ویدیوها به کاربراش استفاده میکنه و ویژگی جالبی که اضافه کرده ریلز ها یا شورت ویدیوهای عمودی تمام صفحه اون هستن که شبیه ریلز های اینستاگرامه. یوتیوب به ازای تعداد نمایش ویدیوها به کانال ها درآمد دلاری میده و رقابت جدی رو بین یوتیوبرها و بلاگرهای اینستاگرام ایجاد میکنه.